نظرت راجع به اسلام سایز بگو. سایز اسلام سایز خوب بود یا متوسط؟ متوسط؟ تو چی میگی؟ من نظرم زیاد جالب نبود. من اینجوری میگم. اینجوری بود؟ آره به نظرم وسیله‌های بهتری هم میشه. آره جوش شیرینه این. نه بیکن سودا. نه یه پودریه نه چرا بیکن سودا هست؟ نوشته بود روش چیه بده نه بیکن سودا. پودر بوراکسه. خب شروع کن. اول سلام کن به دوستا. سلام. امروز چیکار کنیم؟ اسلایم درست کنیم. خب بیا بیرون ببینیم چیا خریدی. چیا خریدیم؟ خب نوشته که اول باید پودر بوراکس تو بریزی تو یه لیوان بزرگ آب گرم. همشو بریز فقط بیرون نریزه. چه خبر گیسو؟ خوبی؟ همش بزنم آره باهاش. دیگه باید هم بزن. همه رو هم بزن قشنگ هم بزن قشنگ که مشکل بذارم جلوتر. یواش بیرون نریزه. چون نمیدونی چه پودریه. نه نخوری. نه بوش مثل آب میده. بو کن. مثل آبه؟ آره بوش مثل آبه. اصلا کلا بویی نمیده. هم بزن. خب میخواید دما اینا هم میزنم تو اینو خالی کن تو. اون چیه؟ وایسا ببینیم اون چیه. آخه با اسم این چی بود پس؟ پودر بوراکس. براکس. خب اسم این یکی چیه؟ وایسا ببینیم. کلشو بریزم. آره باید کلشه. چسب شفاف. بابا بازش میکنی؟ آره. فقط گیسو جون چون چسبه حواست باشه رو کابینت نریزه باشه. شاید. خب اگه میدونی میریزه خب نکنی. خب میکنم ولی نمی. یا سرشو بگیر تو اینجا. یا کن بابا سرشو. آفرین. بیا پایین. بیا پایین. همینجوری گردن نمیخواد دیگه تکونش بدی. آفرین. چه خبر گیسو؟ کجا میگی؟ فقط ازم نارنجی داشت توش. کجا میگی؟ بابا برو. نگه دارم اونجا تا کامل خالیشه تکونش نده. امید میچسبه به موها چون چسبه میچسبه. ما قرارش اینا هم بزنم. نگه دار. نمیاد همه اینو خب بابه. تعریف کن تا اون میاد با دوستات صحبت کن. برو برم جوی. نه بخوام میره توش. با دوستات صحبت بده من بگیرم دوستات کن. رنگ نه اینو دو سکونش بزنید. خودت باید من اوه نه نه چیزی دیگه. خب حالا تو شروع کن. بعد موضوع بده واسات. باش. اولی. خب حرفم بزن. نه با دست نزن. چرا صحبت نمی‌کنی؟ سلام. سلام بگو دیگه. صحبت کن. هاي کدوم برم؟ نه. اینو هم بدن که ما هم بدن که آب بخورده. آدش چیزا زیاد. نه بدن درست میشه. آخه همش اسلایم میشه وسط. اگه هم بدنی با هم بدن وای نسی. توش بیشتر هست باید بیشتر بشه. نه بده اون کاری کنم شما تو وقتی چه میخوام اسلایم درست کنیم. من بورچه کنم. بابا ببین. و نارنجی سبز. خوبه؟ چی برای خودم بزنم؟ بله. داریم اسلایم درست میکنیم. مثلا بگو اینا کجا خریدین برای چی؟ از شمال خریدیم. چرا رفتید اونجا؟ یه با دوستم باز کنیم. نه چرا رفتید شما؟ چون که تعطیلات شده بود. چرا تعطیلات شده بود؟ نمیدونم. بابا ببین چقدر کشش داره میاد. آره دیگه هر چی بیشتر هم بابا سخت میره. الان میگیری واسه بزنی؟ بابا کیه؟ میگم رو دستم. موضوع قانون اینا میشه. انا مثلا متاسف. با دست اینجوری بحث شه. مثلا اون یکی که آموش میزنه. آره با دست آفرین. یه نمیز. چون نمیدونم میشه. ماشین میاد. به دست بزن. خبر بده. اون دست میگیره. خوشو میشه. اون دست دیگه بده تا کامل. یه بالا بده خودش. مادر من یاور من نبونه قدر منو میدونه برام میخونه مادر من تو یار یا یاور من نبونه قدر من میدونه تویا مادر مهربونم قدر منو میدونه قدر تو رو میدونم داری از خودت اینجاشو گفتی؟ نه دیگه
جان من چشما تو با کن منو صدا کن. خب هی در اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید بریم به صحرا. آی نازنین مریم آی نازنین مریم چشماتو با کن منو صدا کن. بریم از خونه دونه دونه دل نمیدونه یا نه یه مریم. دوست هست چی میگه باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم کاش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم گوشه غم توی دلم زده جمع نمیدونه دل نمیدونه به یاد اون روزا. وای نازنین مریم آی نازنین مریم. بابا از این ورش که میدیم اون ورش سالم میشه این ورش هنوز خرابه. آی نازنین مریم. یه جا دیگه چی میگفت؟ بیا رسید وقت برو درو من از پیشم نرو بیا سر راهمون بریم کارمون بریم سر کارمون بریم دلو کنیم گندما رو نازنین مریم آ نازنین مریم. باز صبح شده من دوباره صبح شد من هنوز بیدارم فکر کنم درست شد اما فکر کنم مونده که رنگ بریزیم بیا تست کن ببینیم. آماده است. خب چه رنگی رو خریدی؟ به نظر من بذار دو قسمت شد سه قسمت کنم مثلا آره. خب اون اول دو رنگی رو بردارم. خب نگاه کن شما اینجا آی نازنین وایسا سه قسمت نگاه کن نه اونجا نمیشه بیسو چرا میشه؟ ولی این تو رنگ بزن هم بزن این قسمت اینو چه رنگی کنیم اینو میخوام نارنجی کنم. خب یه مقدار بده من خیلی کم بریزم زیاد بریزی خیلی دیگه خب حالا هم بزن اول نگاه یه ورشو بردار بریز اونور آفرین عالی من تو همون ظرف هم بزن لطفا چرا تو مهد نمیدن اسلایم درست کنی؟ واسه توضیح دادم هم چیز شیمیاییه هم چیز بدیه. بعد نمیشه آره برای ورزش دست خوبه. توی همون ظرف خانی برای ورزش دست خوبه. بعدی ما نبود 20 آره به جاس اصلا فشاری هم نبود. هیچی نبود اصلا. خمیر بازی بود خوابیدم. بده واسه دیدن اسم رنگا رو میشه بخونی؟ اسم رنگا رو آره یعنی چی بخون اسمشو اون تو. نداره که اسم فکر کنم اسمش رنگو باشه. این مثلا نارنجیشه بده یه لحظه یک ثانیه من یه کاری یه ذره بکنم. یه ذره بکن اوه پخش دل نمیدونه دونه به دونه خب اون میخوام رنگ این تابو جمع کنم باهاش دست بده که الان مثلا یه رنگ دیگه می‌ریزی رنگی فقط میز چی این میز رنگو بعدش باید دستمال با هم چرا با هم دو تایی سه تایی باشه سه تایی. خب رنگ نارنجی درست شد رنگ نارنجی به دست این اومد. رنگ نارنجی بخاطر ما؟ نارنجی کجا نمیشه اون تو خب شاید بشه. نمیشه حالا من میکنم. بابا من میدونم میشه. خب بیا یه قسمت دیگه واسه بذارم اینو چه رنگی کنم کلا اینو کلا با انتخاب خودم نمیکنم چون یه دونه دیگه هم داری. واسه 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 بریز همش اون در میاد دیگه بزنم بکنم تو هم بزن همشو بریزم. بریز همه چیزی تو اینجا نمیشه بابا همشو بریزم بابا. دستم برنامه‌ای شد بابا نه درش ببر بس خب در جریان هستی که بعد از این کار بعد کجا تمام. من دستم زخمه یا کن به نظر اسم دوربینمون رو چی بذاریم؟ دوست داری چی بذاری نمیدونم. حد بزن اسم دوربین عدلی اینا چیه؟ واگی شاید فیلم بردار دادن اسم فیلم بردارشون واگیه نه اسم دوربینشون واگیه اسم فیلم بردارشون نیکه دیگر بابا دستتو بگی تو اون قشنگ بذار تو ظرفه انگشتاتو قشنگ بکن من تو چه رنگی قشنگی شد به لباسای تو دل نمیدونه دونه به دونه دونه دیش دونه آیا زنینم مریم این از یک اسلایم رنگ هم باش بگیریم خب رنگ نارنجی هم ببریم کنار آخه تو چه قابی بذاریم؟ حالا یه قاب واسش پیدا بکنیم خب بده من این رنگ بده اینو جمع کنم واسه من این کیو بذارم تو سبز رو خب نه بریزم؟ دیگه بذار اینا رو جمع کنم که قشنگ
دل اینو هم بذاریم همینجور سفید بمونه. دوست داری میتونی بذاری. نمیخوام. بذاریم توش فقط اکلیل بریزیم. نداریم. مامان پولک داره. البته نه. آره. زردش چقدر خوش به این من چی میگن؟ گیسو. لیمونی. فسفوری. چه بویی فسفوری میده گیسو؟ بکنم. سبزا رو بریزم این تو. بریز ولی زیاد دوباره نریز. کمتر از این یکی. به این میگن فسفوری. میشه بگی بسته؟ بسه. کافیه؟ آره بس. بریز. یه تکون بده. آقا تو میگی بگو بسه بعد یه دفعه چپش میکنی. خب اینم از زردمون فسفوریمون. بندار رو هم. آفرین. از این برم جمع کن بندار روش. آفرین. دل نمیدونه که بریم به صحرا، آی بریم ببر. بده من درستش کنم برات. ممکن دستتو بپوتم. دست. وایسا. خب وایسا. لیم وایسا. فکر کنم بعدش بذاریمشون توی یخچال. آره. که خودشونو بگیرن. بده همش بذار بزنم. این رنگا رو جمع کنم مثلا. بذار یه لحظه این رنگا رو جمع کنم. چقدر این دوتا خوشگلن رنگشون. الان سبز رو فکر کنم از همه بیشتر ریختیم. رنگشو؟ آره. بله شما ریختیم. شما دستت به کم نمیره که. سبز اکلیلیه. اصلا برقی شد. بابا بده منم بکنم. بذار این رنگا رو واسه جمع کنم یه لحظه. بیا. اینم بریزم تو سبزه. دل نمیدونه بریم مثلا دیگه اگه بازشه نمیریزه. دیگه اگه اینجور بازشه نمیریزه. اما من رنگاشو دوست داشتم. بیا یه داره تو اینو برزوده اونو بده من برزودم. مگه این هنوز مونده؟ بابا چقدر رنگش خوش رنگه. وایسا یه لحظه. ولی اونایی که آماده می‌خریم خوش‌تره این. آره. اما اینا خوش رنگ تره. این خوش رنگ تره یا الان این جدیده. اما کلا اونا جنسشون بهتر. خوشبوتره. آره. بوشون فرق داره فقط. چیز دیگه شون فرق داره. خب حالا آماده است که بره توی یخچال. تا اینه میره توی یخچال که آماده بازی تو بشه. ما یه چیز دوش بگیر. اول یه چیزی میخوام بخورم. چی بخوری؟ دلم نهار میخوام. خب آماده نیست. نهار چیه؟ برنج. اب مرغ. اینو به لمانه چینیا. اینا رو بریم همین تو کنار هم. میخوام فعلا یه ذره باشون بازی کنم. اینو داریم روی میچسبه. فقط یه ذره باید بیشتر چسب داشته باشه. چرا؟ اصلا چی اینا رو نمیذاری که پارشه؟ چرا نمیذاره اینا رو پارشه؟ پاره شد دیگه. خب بازی کردی جمعشون کن باشه. خب
نظرت راجع به اسلام سایز بگو. اسلام سایز. اسلام سایز. خوب بود یا متوسط؟ متوسط. تو چی میگی؟ من از نظرم زیاد جالب نبود. من اینجوری میگم. اینجوری بود. آره به نظرم وسیله‌های بهتری هم میشه خرید. اوکی بای بای کن بریم. بای بای. بریم قشنگ خداحافظی کن. میگم میشه. چرا؟ دوربینو خاموش کنم؟ نه چیکار کنی؟ با سلامی. بیای جلو ببینی. خداحافظ. حالا این میگم این رنگ تمام. تمام بای بای اینو خداحافظی کن. چسبیدم. بای بای. بگو زود میبینمتون. زود میمونمتون. خنده چرا؟ زود میبینمتون. من اینجوری خوشحال. زود میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ.